خب به نام خدا، بحث این هفته رو شروع میکنیم. هفته پیش راجع به باینری کلاسیفیکیشن صحبت کردیم. این هفته راجع به مولتی کلاس و مولتی لیبل کلاسیفیکیشن صحبت میکنیم و قبلش ریویو بکنیم چیزایی که هفته بعد یاد گرفتیم. و بعد راجع به خود کلاسیفیکیشن صحبت کردیم، ریویو کردیم که مثلا چیه. بعد راجع به تکنیک های کلاسیفیکیشن خطی صحبت کردیم، دیدیم که مثلا SVM و Logistic Regression رو میشه اینجا استفاده کرد. روش‌های غیر خطی رو دیدیم، به طور خاص K-nearest neighbor و Decision Tree. و در نهایت هم یه ذره راجع به این که چی کار بکنیم که دچار اوورفیتینگ و اینا نشیم هم صحبت کردیم. و البته دیدیم که یه ذره مفهوم رگولاریزیشن ممکنه فرق داشته باشه توی دیسیژن تری و در واقع K-nearest neighbor ها، ولی خب تکنیک هاش هدف همونه، اوورفیت هستن، تکنیک هاش یه ذره متفاوته. قبل اینکه بریم سراغ بحث مولتی کلاس، از جلسه قبل کسی سوالی داره بچه‌ها؟ خیلی عالی. خب ما بحث باینری کلاسیفیکیشن رو که دیدیم، این بود که در حقیقت یه الگوریتمی داریم میخواد بین دو تا کلاس تصمیم بگیره که پیش بینی بکنه که اون دیتایی که ما داریم مربوط به کدوم یکی از دو تا کلاسه. مثالاش هم زیاد دیدیم و اصولا پروژهش یه صفر و یکیه دیگه. مثلا آیا این فرد بیمار است یا مثلا سالم است، حالا کسی که فقط یه بیماری مثلا، یا آیا این مشتری با من خواهد ماند یا نه و چه و چه و چه. مولتی کلاس اینه که خب اینو تعمیم بدیم به چند تا کلاس، یعنی یه لیبلی داریم که انگار از چند تا کلاس مختلف میاد و حالا به جای اینکه بین 0 و 1 مثلا الگوریتم رو پیش بینی بکنه، مثلا بین 0 تا 10 باید پیش بینی کنه. مثلا تو اون مثال بیماری در نظر بگیریم، به جای اینکه بگیم مثلا آیا این فرد سرطان دارد یا ندارد، مثلا میتونه تصمیم بگیریم باشه که آیا این فرد سرطان دارد یا مثلا دیابت دارد یا ایدز دارد یا مثلا چرا کووید دارد یا هیچی، مثلا یه مسئله 5 6 کلاس. مثالاش میگم دور برمون خیلی زیاده. من همین هفته پیش بود یه خبری میخوندم به این مبحث ربط داشت. کاربرد یکی از کاربردهایی که در واقع تو بحث مولتی کلاس مثلا اینه، یه حالا نمیدونم الان دیگه بهش گفت شرکت یا هنوز ریسرچ گروپه، ولی خلاصه این مجموعه برین گیت یه دیوایسی رو در حقیقت درست کردن که میذارن در حقیقت سیگنال های مغزی رو میخونه و از روی این که اون فرد داره چه کاراکتری رو تصور میکنه توی ذهنش، اون کاراکتر رو روی در حقیقت مانیتور تایپ میکنن. یعنی کافیه حالا با هر روشی، مثلا یه کلاهی میتونه باشه، یه مثلا حالت هدستی، یا حتی میتونه یه الکترودی باشه داخل مغز باشه. فرد میاد تجسم میکنه مثلا حرف A رو و اون سیگنال رو رد میکنه اون دستگاه و اون الگوریتمی که بعداً پشتش داره آنالیز میکنه میگه میشه حرف A و تایپ میکنه. و این به بیمارای که حالت مثلا فلج عضلانی داره اینا خیلی کمک میکنه. مثلا برای عدد چندین، مثلا با سرعت چندین برابر سرعت روش‌های موجود تایپ میکنه. مثلا 20 کاراکتر در دقیقه که عدد 20 کاری همچین عددایی بود اگه درست خاطرم باشه مطلب رو، که سرعت خیلی معقولیه نسبت به روش‌هایی که مثلا حالا سلکشون رو حرکت بده یا یه انگشتشون مثلا توی مثال آقای هاکینگ فقط حرکت می‌کرد یا چیزی از این دست. این به اینا کمک می‌کنه. و یه مسئله کلاسیفیکیشنه. ما 26 تا حرف انگلیسی داریم. کافیه که این الگوریتم رو بتونه از مثلا این سیگنال‌های مغزی رو مپ کنه به یکی از اون 26 تا کلاس و ترینینگش هم اینجوریه که مثلا کلا رو میذارن روی فرد، حالا میتونه فرد مثلا سالمی باشه که میتونه حرف بزنه، تجسم میکنه، بعد میگن به چه حرفی فکر کردی، مثلا میگه A، یعنی خب این A B C همینجوری دیتا ست گنده مثلا ترینینگ رو ران میکنن، بعد میرن در عمل تستش میکنن، حالا تیونش میکنن و اینا. ولی یه مثال خیلی خوب هست بحث مولتی کلاس کلاسیفیکیشن. یا یه مثال دیگه ای که خیلی داره استفاده ازش بیشتر و بیشتر باب میشه اینه که شما از روی عکس‌های ماهواره‌ای مزارع کشاورزی رو که در حقیقت دارن عکس برداری میکنن تشخیص بدید که چه محصولی کاشتن. حالا این چیزای خودشو داره و اینا که چرا اصلا به درد میخوره. این لینکی که اینجا گذاشتم یه چالش بود برای کمک کشور کنیا، فکر می‌کنم کشور آفریقایی بود، که از روی عکس‌ها مثلا ببینید کجا چی کاشتن و اینا، که بعداً حالا
آدم میخواد توزیع اینا رو آپتیمایز بکنه و در حقیقت یا چه بهره برداری دیگه ازش بکنه. ولی یه مثال فانش هم اخیراً حالا این شو کلارکسون فارم رو می‌بینی، یعنی که جرمی کلارکسون راه انداخته مجری تاپ گیر و گرند تور و شروع کرد کار کشاورزی کردن. توی اپیزودش مثلا میگن که باید تو به دولت انگلیس دقیقاً بگی که توی هر کدوم از اون مثلا زمین هایی که داری مثلا 20 تا زمین مختلفه، 20 تا محصول مختلف رو کشت می‌کنی، دولت باید بدونه چی رو داری تو کدوم کشت می‌کنی، چون یه سریاش مثلا ممکنه ممنوع باشه از نظر بحث اینکه آب زیاد مصرف می‌کنی یا تسهیلاتی بگیری و غیره و غیره. بعد میگم اگه نکنم چی؟ کی حوصله داره مثلا 20 تا چیزو می‌فرن عکسای ماهواره‌ای میگیرن، بعد کافی یکیش در بیاد که این مزرعه مثلا اینجا گفتی گندم ولی مثلا داری جو کشت می‌کنی به عنوان مثال، که حالا اون عکس‌ها رو نمیدونم دولت انگلیس از بررسی دستی استفاده می‌کنه، مثلا یکی رو فلگ می‌کنن بعد میشن دستی عکس‌ها رو نگاه می‌کنن یا ماشین لرنینگ، ولی خب میتونن با این کار انجام بدن. و اینا یه مثلا مولتی کلاس دیگه، شما مثلا چرا 10 مدل مختلف کشت محصول توی منطقه‌ای دارین، مثلا گندم و ذرت و جو و برنج و چه و چه و چه، از روی عکس باید تشخیص بدید که مثلا آیا این یکی از این 10 تا کلاس یا نه اصلا مثلا هیچ کدوم نیست، مثلا خالیه یا علف هرزه یا حالا هر چیز دیگه که هست که نتونسته تشخیص بده. این هم یه مثال از بحث مولتی کلاس کلاسیفیکیشن توی کامپیوتر ویژن. خب فرمولاسیون کلیش باز برمیگردیم به این اسلاید که چند جلسه داریم می‌بینیم، خیلی شبیه مسائل قبله. یعنی من یه بردار ابزرویشن دارم، تارگت وریبل دارم بردار ایگرگ که n تا سامپل داره و حالا این ایگرگا ایگرگ 1 ایگرگ 2 تا ایگرگ n اینا قبلا توی باینری کلاسیفیکیشن 0 و 1 بودن، الان مثلا 0 تا k هست که k تعداد کلاس های منه و مثلا از یک بیشتر. هدف چیه؟ هدف اینه که با استفاده از این ماتریس دیتایی که دارم که n تا سطر داره، معادل n تا در هر دیتا پوینتی که من دیدم و k تا k تعداد کلاس پس خوبه پس که m تا کلاس دارم، یعنی عدد y1 و y2 من بین مثلا 0 تا m من n تا در هر دیتا پوینت دیدم که k تا فیچر ازش ذخیره کردم. مثلا تو اون عکس این k میشه چون عکس 100% مثلا ابعادش 100% مثلا پیکسل باشه 10000 تا مثلا فیچر دارم که این در واقع میشه پیکسل ولیو های من. حالا هدف چیه؟ هدف اینه که من یه تابع افی پیدا بکنم، خطی غیر خطی هر مدلی که دلم میخواد، که از روی ماتریس ایکس من یه سری پارامتر W رو پیدا بکنه، تیون بکنه، بردار ایگرگ هتی رو من بده که ایگرگ هت تا جایی که ممکنه نزدیک به ایگرگ من باشه، یعنی من بتونم مشاهداتم خوب پیش بینی بکنم. حالا تو مثال باینری فرمولی که مثلا ما دیده بودیم اینه که ایگرگ هت برای مثلا دیتا پوینت آیون هست 0 یا 1، اینجا مثلا هست 0 تا 10. مثلا اف من یه تابع مثلا سیگموید باشه، من میگم اگه مثلا این سیگموید بین 0 تا 1 دهم بود به اون کلاس 0، اگه بین مثلا چه میدونم 1 دهم تا 2 دهم به کلاس 1، همینجوری تا کلاس 10 یا شاید هم باید 9 باشه، نمیدونم شمارش رو درست گذاشتم یا نه. مثلا این یه مثال از تابع تصمیم، ولی خلاصه این یه خروجی هم میده. حالا بعد میتونم برم این خروجیم رو با ایگرگ مقایسه بکنم ببینم که چقدر نزدیک بوده. جلسه قبل دیدیم که برای حل این مسئله روش‌های خطی داریم، روش‌های غیر خطی داریم. روش‌های خطی رو یکیش رو که با هم بررسی کردیم ساپورت وکتور ماشینا بود که چیکار میکرد؟ میگفت من مثلا حالا تو مثالی که 2 تا کلاس دارم میتونم بین یه خطی رو پیدا بکنم که بین کلاس هام رو در واقع از که بین کلاس هام رد شه و کلاس هام رو از هم جدا بکنه. حالا هر نقطه‌ای بالای خط افتاد، مثلا این مثال میگم جزء کلاس آبیه، پایین خط افتاد میگم کلاس نارنجیه. و مسئله ساپورت وکتور ماشین این بود که حالا از بین همه خط‌هایی که میشه رد کرد بیا خطی رو رد کن که بیشترین فاصله رو انگار بین 2 تا کلاس داشته باشه که بعداً تو مثلا میریم حالا تست می‌کنیم رو دیتایی که ندیدیم کمتر تحت تاثیر نویز و نمیدونم دیتاهای با فیچرهای دیگه باشه که من ندیدم. این برای باینری کلاسیفیکیشن بود. حالا چطوری میتونم SVM رو با همین فرمولیشن که دیدیم به مسئله مولتی کلاس کلاسیفیکیشن تعمیمش بدم؟ کسی ایده‌ای داره؟
همون به چند تا کلاس 0 و 1 تبدیل کنیم دیگه. آفرین. یه راه خیلی شسته رفته‌اش اینه که ما بیایم این مسئله رو ما الان می‌بینیم اسپیمون چجوری برای باینری کلاسیفیکیشن حل کنیم. خب چجوری مولتی کلاس کنیم؟ مسئله مولتی کلاس کلاسیفیکیشن رو بیایم بشکنیم به چند تا مسئله باینری کلاسیفیکیشن. حالا برای این کار چند تا استراتژی هست. یکی از روش‌هاش حالا میگم 1vs1 اینه که من مثلا میخوام بیام کلاس مثلا فعلا سبز رو در نظر بگیرم. اول دیتا پوینت های در حقیقت کلاس سبز رو با کلاس آبی مقایسه میکنم. یعنی هدف اینه که مثلا میگم اگه دیتا پوینت دادن این سبز یا آبیه، مثلا خروجیش میشه چون سبز. بعد سبز رو با قرمز مقایسه میکنم، یعنی سبز یا قرمز به نظر مثلا میگه خب کماکان سبز. بعد میام قرمز با آبی مقایسه میکنم، میگه خب این بین قرمز و آبیه، حالا این مثلا اگه این دیتا اینجا باشه میگه قرمز. بر فرض مثال همینجوری میام با حالا اینجا مثلا سه تا کلاس داری، در حقیقت همین سه تا کلاسیفایر رو من برام کافیه، ولی اصولا هدف همینه که با اگر مثلا کی تا کلاس داشته باشم اوردر کی به توان 2 تا از این خطا لازمه و میام در حقیقت بعد در حقیقت کی در کی منهای یک حال تقسیم به 2 تا باید خط رد بکنم که این برای هر دیتا پوینت هم میگه که آیا این کلاسه یا اون کلاسه و هر کدوم از اونها یه خروجی دارن دیگه. بعد از مجموع این خروجی ها من تصمیم بگیرم که حالا این دیتا پوینت من جزء کلاس مثلا میگم سبز یا آبی یا قرمزه. مثلا یه راهش میتونه ماجوریتی ووتینگ باشه. مثلا این مثالی که ما زدیم مثلا دو تاشون گفتن سبزه، اون یکی هم بین قرمز و آبی گفت قرمزه، خب سبز هم بود دیگه چون این برای مثلا خط قرمز. بعد میگم خب باشه این خروجی سبز. حالا روش‌های مختلف داره دیگه، مثلا می‌بینیم باز دوباره با فاصله بکنیم یا هر معیار دیگه که می‌خوایم اگریگیت بکنیم، ولی ساده‌ترین حالت اینه که میگیم ماجوریتی ووتینگ هر چی گفت من میگم این خروجیش کن. بعدی روش چیه؟ بعدش اینه که من باید اینقدر کلاسیفایر ترین بکنم و خب این مثلا حالا وقتی که 3 تا کلاس دارم باز اوکیه، ولی مثلا فرض کنید من 100 تا کلاس داشته باشم، حالا اون وقت میشه مثلا از اوردر 10,000 تا کلاسیفایر باید هر مثلا 4 تا کلاسیفایر باید ترین بکنم که کار زمانبری به خصوص اگه دیتا پوینت ها هم زیاد باشه. مثلا یه کلاس 100 تایی مثلا 100,000 تا هم دیتا رو اگه داشته باشم دیگه واقعا فشار میاد به اون اینفراستراکچر. یه استراتژی که در عمل بیشتر استفاده میشه میگم 1vs rest، یعنی یکی در مقابل بقیه OVR یا میگم 1vs all، فرق نمیکنه OVA. این میگه که به جای اینکه بیایم در حقیقت هر کلاس رو با 2 به 2 با هم مقایسه کنیم، هر کلاس رو با بقیه مقایسه کنیم. یعنی مثلا من اول میگم این کلاس سبز یا بقیه، یعنی بقیه میتونه قرمز باشه یا آبی باشه، مثلا میگه سبز. بعد میام یه دور با مثلا قرمز مقایسه میکنم، میگم این مثلا قرمز یا بقیه، این آبیه یا بقیه به عنوان مثال. بعد بر اساس خروجی اینا میام تصمیم میگیرم که حالا اون در حقیقت خروجی دیتام رو چی بذارم به عنوان مثال. مثلا میگم مثال دارم میذارم، میگه این سبز یا بقیه، میگه سبز. میگه آبیه یا بقیه، میگه بقیه. میگه قرمز یا بقیه، میگه بقیه. یا خب باشه ایول پس این احتمالاً سبزه، چون یکی که گفت سبزه اونایی دیگه هم گفتن بقیه دیگه، بقیه میتونه سبز هم باشه، پس درست میگم مثلا سبز رو انتخاب کنم. اینجا عملاً من فقط کی تا کلاسیفایر نیاز دارم و خب خیلی سریعتر به جواب میرسم و در عمل هم بیشتر از این تکنیک استفاده میکنن که توی بحث کلاسیفیکیشن. بعد همینجا حالا تعمیم اسپیم کلاسیفایر رو به بحث نان لینیر که کلا چنل تریک رو دیدیم برای تبدیل مسئله غیر خطی به مسئله خطی که گفتیم میریم یه دونه تابع پیدا میکنیم، یه تابع فی که اون بردار ایکس مون رو بگیره ببره به یه فضایی با ابعاد بالاتر و توی اون فضای بالاتر حالا انتظار داریم مثلا اون خطی باشه یا خطی تر باشه حداقل، و مسئله کلاسیفیکیشنمون رو یا تو مثال ریگرشنمون رو میام تو این فضای بالاتر حل میکنیم. حالا نکتهش به مولتی کلاسیفیکیشن چیه؟ اینه که همون تکنیک رو ما زدیم برای باینری کلاسیفیکیشن استفاده کردیم، برای مولتی کلاسیفیکیشن هم میتونیم استفاده بکنیم. اگه یه مسئله داشتیم که فکر میکنیم تو فضای بالاتر این کلاس ها خیلی خوشگل و ترتمیز از هم جدا میشن، اینا رو میایم به یه فضای بالاتر این صفحه ها رو پیدا میکنیم، تو اون فضا مثلا رو حل میکنیم و انتظار داریم پرفورمنس بهتری بگیریم که حالا ان شاءالله توی لب سشن هم میبینیم.
ولی نکته جالبی که داره اینه که یعنی جالب که قابل انتظاره ولی دیدنش شاید جالب باشه، اینه که حالا توی اون فضای بالاتر این ما یه سری صفحه حالا خط و هایپرپلین در حقیقت رد می‌کنیم بین کلاسامون و چیزی که توی اون فضا خطیه اگه دوباره در حقیقت ترانسفورمش کنیم به فضای خودمون، فضای اصلیمون، اونجا میشه یه سری مرز غیر خطی که مثلا برای اینکه فقط یه سامپل رو دیده باشید، این مرز بین کلاس هامون برای اون مثال طبقه بندی گلای زنبق که دو سه جلسه پیش دیدیمش این شکلی میشه. میگم مثلا من یه SVM عادی داشتم، لینیر کرنل بود، 3 تا کلاس داشتیم، حالا اینجا کلاس بگیم سفید و آبی و سبز پررنگ. لینیر کلاسیفیکیشن اینجوری میاد مرزا رو جدا میکنه، یه خط میندازه اینجا، یه خط اینجا، یه خط اینجا، 3 تا باوندری داره و اینا رو اینجوری از هم داره جدا میکنه. اگه مسئله رو ببرم به یه فضای بالاتر، بسته به اون کرنلی که دارم، شکل این خطا، شکل این مرزها هم عوض میشه. مثلا اون رادیال بیسیس فانکشن ها که مثلا شبیه تابگوسی بودن فاصله نقاط رو از هم لحاظ میکردن، مرزایی که میده این شکلیه، میگه اصلا شکل چیزه ولی به نظر میاد پرفورمنسش بد نیست. این سفیده رو که حالا خوب جدا کرد، آبی‌ها هم تا حد خوبی جدا کرده ولی خب طبیعتا نتونسته کامل جدا بکنه. پولینومیال کرنل که میبرد مثلا تابع چند جمله درجه 2 3 4 دست خودمون بود، هر تعدادی که بگیم بده، مرزا این شکلی جدا کرده. باز اینم مثلا جالبه. سیگموید به نظر میاد خیلی کرنل خوبی نبوده، مرزا رو این مدلی جدا کرده ولی به نظر میاد که همینجوری چشمی مثلا احتمالاً پرفورمنس این پولینومیاله و این رادیال بیسیس فانکشن بهتر باشه. که این نکتهش دقیقاً که اینا تو فضای خودشون فضای بالاتر خطی ان ولی معادل یه سری مرز غیر خطی ان تو این فضایی که ما داریم باهاش کار میکنیم. حالا اگه واقعا یه مرزی پیدا کنیم که دقیقاً اینا رو هم جدا کنه، خب یعنی یه کرنلی پیدا کنیم که چه بهتر، ولی ممکنه کار سختی یا نشدنی باشه حتی بسته به نوع مسئله‌ای که داریم. خب یه تابع یه درجه کلاسیفایر باینری کلاسیفایر خطی دیگه که دیدیم جلسه قبل بحث این بود که لاجستیک ریگرشن بود که در اصل ما اول توی بحث ریگرشن دیدیمش ولی دیدیم چون خروجیش در حقیقت یه عددیه بین 0 و 1 یعنی مثلا خیلی راست کار کلاسیفیکیشن هم هست به قول معروف. یه دونه کاتاف میذاشتیم میگفتیم اگه خروجیش مثلا بیشتر از نیم بود میشه کلاس 1، اگه کوچکتر از نیم بود میشه کلاس 3. حالا اینم میشه در حقیقت به بحث مولتی کلاس اینم تعمیم داد، مثل بحثی که راجع به SVM کردیم. یه راه چیزش اینه که اصلا بگیریم یعنی همون مثل کاری که برای OVR و OVA کردیم چند تا باینری کلاسیفایر روش ترین بکنیم، یعنی مثلا دوباره بشونیم به باینری، بعد همه اونا باینری ها با لاجستیک ریگرشن حل بکنیم، خروجیشو بگیریم مثلا کی تا خروجی میشه و در نهایت اینا رو میایم با هم مقایسه میکنیم و تصمیم میگیریم میگیم نظر الگوریتم شد. یه کار دیگه که میشه کرد عملاً خیلی نزدیک به این استراتژی ولی فرمولیشن مثلا رو یه ذره تغییر میده و این چیزیه که بعداً توی شبکه‌های عصبی هم فکر کنم ببینیم در حقیقت تاثیرش رو، برای همین اینجا گذاشتم که یه ذره باهاش آشناتر هم بشیم. ما بیایم به جای این که در حقیقت یعنی اون کلاسیفایر خطیایی که داریم ترین می‌کنیم بردار وزنن دیگه و ما میومدیم تو حالت باینری چیکار می‌کردیم؟ بردار وزن رو می‌گرفتیم، ضرب در واقع ضرب داخلش رو با هر دیتا پوینت می‌گرفتیم. تابع سیگموید بود 1 تقسیم بر 1 به علاوه این، اونو می‌گرفتیم و کاتاف می‌زدیم و پردیکت می‌کردیم. اینجا بیایم یه کار دیگه بکنیم. به ازای اونجا یه در حقیقت باینری کلاسیفیکیشن بود، 2 تا کلاس داشتیم، یه بردار وزن ترین می‌کردیم. اینجا ما کی تا در حقیقت کلاس داریم بیان کی تا بردار وزن ترین بکنیم. حالا دقیق‌ترش رو کی منهای کله، حالا فعلا همون کی در نظر میگیریم برای سادگی نوتیشن. کی تا بردار وزن در نظر بگیریم، بعد بیایم چیکار کنیم؟ بگیم که خروجی در حقیقت برای دیتا پوینت آی، دیتا پوینت ها یعنی مثلا یه دیتا رو به ما داریم گفتن اینو پردیکت بکن، احتمال اینکه آی به کلاس جیوم تعلق داشته باشه چیه؟ میگیم اینه ای به توان همون ضرب داخلیه رو بگیریم برای بردار وزن جیوم، یعنی میشه کلاس جی تقسیم بر جمع همه اینا
که این یه عدد بین 0 و 1 بشه از جنس احتمال، که این میشه مثلا احتمال اینکه به کلاس 0 متعلق باشه چیه؟ ای به توان x i ضرب در w 0 به کلاس 1 x i ضرب در w 1 الی آخر. بعد کدوم کلاس رو میگیم در حقیقت به عنوان برنده انتخاب میکنیم؟ اون که این احتمال بیشترینه. یعنی مسئله رو تبدیل کردیم به یک مسئله مولتی کلاس کلاسیفیکیشن. حالا برای اینم که ما دیدیم مثلا تابعمونه که تعریف میکنیم یه دونه این تابع انتخابمون بود، اون تابع اسمونه. چجوری آپتیمایزش کنیم؟ یه دونه در حقیقت لاس در نظر میگیریم برای باینری کلاسیفیکیشن. دیدیم که این شد لایکلیهود. برای مولتی کلاس کلاسیفیکیشن اول پنالتی برای دیتا پوینت آیون ببینیم چه شکلی میشه. این تابع داخل جمع در نظر، این تابع ایندیکیتوره، یعنی میگه که آیا کلاس وای آی واقعیش برابر جی کلاس جی اوم هست یا نه. اگه این کلاس در حقیقت وای آی برابر عدد جی باشه این میشه 1، در بقیه حالات 0. حالا اگه این 1 یعنی این اینستنس اون کلاس جی اومه، این احتمال پی آی جی رو الگوریتم ما چقدر پیش بینی کرده؟ اگه درست پیش بینی کرده باشه یعنی پی آی جی باید 1 باشه، پس این لگاریتم میشه 0 ضرب در 1 میشه 0. برای بقیه کلاس ها هم که این 0 و این مهم نیست، یعنی این لاس من برای دیتا پوینت آیا میشه 0. این مثالیه که من درست پیش بینی کردم، پس جریمه نباید بگیرم این دیتا پوینت ما میک سنس هم میکنه. ولی برعکس اگه حالا تو همون کلاس جی یعنی این یکه، من پی آی دی خیلی کم پیش بینی کردم، اصلا 0 پیش بینی کردم، گفتم نه به هیچ وجه این دیتا پوینت من به کلاس جی او متعلق نیست. این چقدر میشه؟ این میشه منفی بی‌نهایت ضرب در 1 منفی بی‌نهایت ضرب در منفی میشه مثبت بی‌نهایت. یه جریمه مثبت بی‌نهایت گرفتم که حالا شاید یه ذره سختگیرانه باشه ولی درسته. میگه تو اصلا گفتی که نیست، حالا هر چقدر عددش به صفر نزدیک‌تر از صفر فاصله بگیره جریمه کمتر و کمتر میشه تا برسه به نزدیک 1 که جریمه به صفر برسه. ولی منطقش درسته، یعنی میگه اگر تو کلاسی در حقیقت داشتی اون دیتا پوینت تو درست پیش بینی کردی، جریمه کم، صفر در حالت ایدئال، اشتباه پیش بینی کردی خب جریمت میکنم. و حالا برو اون بردار وزنا رو انقدر تغییر بده، برگردم به اسلاید قبل، که این پی آی جی تو عدد درستی بگیره که این لاس تو رو برای دیتا پوینت آیوم کمینه بکنه و بعد جمع بزنیم برای حالا همه دیتا پوینت هایی که تو دیتا ست باشه، یه جمع آی از یک تا هم میاد پشتش، که این میشه تابع ابجکتیو فانکشن من که بعد برم اون دبلیو رو انقدر هی بالا پایین بکنم که این در کمینه حالت خودش باشه، که به این در حقیقت تابعه کراس آنتروپی میگن، لاگلاس هم میگن، که حالا ما یادتون باشه راجع به معیار لاگلاس صحبت کرده بودیم جلسه اون که راجع به اکیوریتی متریکا صحبت کردیم، حالا بهش رسیدیم اونجا روش پریدیم که این توی بحث در حقیقت شبکه عصبی خیلی کاربرد داره. ولی برای اینکه یه ذره فانم داشته باشیم، این تابع لاگلاسی که الان دیدیم رو تو حالتی که دو تا کلاس داشته باشیم میشه ثابت کرد با اون تابع لایکلیهودی که در حقیقت دیدیم یکیه. یعنی اگه من کیمو بذارم 2، برمیگردم به اون مسئله لایکلیهودی که داشتم، فرمولش رو در حقیقت دیده بودیم برای بحث لاجستیک ریگرشن، که ما تو لاجستیک ریگرشن می‌بینیم این تابع رو در حقیقت کمینه می‌کردیم. تو حالت مولتی کلاس میگیم این تابع رو کمینه میکنیم. شما لطفا ثابت کنید که این این ابجکتیو فانکشن L برای وقتی که مساوی 2 با این ابجکتیو فانکشن E یکسانه، یعنی درست فرموله کردیم، هر دو تاش در یه مسئله رو حل می‌کنیم. من یه 4 دقیقه هم در حقیقت زمان میدم.
خب این چون توضیح جوابش سخته من نمیپرسم کسی جواب داده یا نه، ولی جواب با هم مرور بکنیم انشالله که بچه‌هایی که موفق شدن جواب درست رو داده باشن. ما اول از همون تابع در حقیقت تابعی که ما رسوند به لاگلاس شروع میکنیم و بذاریم فرمولش رو هم ببینیم. مثلا احتمال این که یه دیتا پوینت به کلاس 1 متعلق باشه چیه؟ اینه دیگه که ما گفتیم دو تا در حقیقت کلاس داریم، پس بردار وزنمون یکی W0 یکی W1 که من میتونم این در حقیقت تقسیم رو انجام بدم. مخرج کسرم میشه یه همچین شکلی که اینو میتونم حالا بگیرم به اسم یه بردار W، یعنی الان من کافیه فقط اینو اپتیمایز بکنم دیگه و خروجی من اون وایحت من میشه در حقیقت این پروبابیلیتی که اینجا دارم به کلاس یکم مثلا نسبت میدم. بعد برگردیم به تابعمون، ما گفتیم که حالا برای دوتا کلاس اون تابع لاگلاس من میشه چه شکلی؟ میشه اینکه وای آی من اون تابع ایندیکیتورم میشه این شکلی بنویسمش. اگه کلاس وای آی من کلاس یکه، خب خودش میشه این یک و لگاریتم این که پی آی یک باشه، به علاوه این که حالا اون کلاس من کلاس یک نباشه کلاس صفر باشه که اون وقت این صفر میشه این وریه یک میشه و لگاریتم این که احتمال این که من این رو کلاس صفر پیش بینی کرده بودم که خود پی آی صفر هم عملا میشه یک منهای پی آی یک دیگه. و اگر حالا برگردم پی آی یک هم که گفتم همون وایحت آی اینو جایگزین بکنم پی آی صفر هم که میشه یک منهای وایحت آی و برمیگردم به همون فرمول که باهاش آشناتر بودیم توی بحث لاگلاریتم. پس عملا این کاری که ما داریم میکنیم که حالا تو کیس مولتی کلاس باینری کلاس میگفتیم بهش لاجستیک ریگرشن، ترمیمش به حالت مولتی کلاس رو بهش مولتی نومیال ریگرشن، یعنی این تابع حل میکنیم که در واقع لاجستیک ریگرشن میشه یه حالت خاصی از مولتی نومیال ریگرشن. اینجا تا اینجا سوالی داریم بچه‌ها؟ خب خیلی عالی. اما برای در حقیقت الگوریتم‌های دیگه‌مون یه سریاشون اصلا به ذات مولتی کلاس هستن. مثلا کینیرس نیبر. کینیرس نیبر چی بود؟ میگفتیم میایم در حقیقت یه دیتا پوینتی رو که تا همسایه نزدیکترش رو میگیریم در نظر میگیریم و کلاس رو بر اساس اون نزدیک ها ست میکنیم که حالا این نزدیکی رو گفتیم مثلا بر اساس میتونه فاصله اوگلیدوسی باشه، بر اساس فاصله همینگ باشه، بر اساس کورلیشن کوفیشنت باشه یا هر معیار دیگه‌ای که توی اون مسئله‌ای که داریم روش کار میکنیم میک سنس میکنه. و این کی هم باید یه چیزی باشه که مثلا با در واقع تیونش میکنیم. تو مثال باینری کلاس این بود که خب همسایه‌هاش یا کلاس 0 دارن یا کلاس 1 دارن، خب در نهایت خروجی ما هم میشه یک کلاس 0 و 1. توی مولتی کلاس اینه که خب مثلا توی این مثالی که حالا داریم کلاس 0 داره، 1 داره، مثلا 2 داره، آبی، قرمز، نارنجی. بعد ببین توی اون در حقیقت همسایگی نزدیکش مثلا سه تا همسایه نزدیکش حالا تو کارم مثلا 2 تا آبی میفته یه قرمز، میگیم کلاس آبیه. مثلا توی مثلا 10 تا ممکنه 2 تا آبی بیفته، 3 تا آبی بیفته، یه قرمز بیفته، 3 تا نارنجی بیفته، بگیم مثلا این کلاس 2 کلاس نارنجی ماست به عنوان مثال. مسئله به ذات مولتی کلاس دیگه، یعنی خیلی کاری نداریم تعداد کلاس‌ها چند تاست، با اون کیه در حقیقت میتونیم بازی کنیم تا نتیجه مناسب بگیریم. دیسیژن تری هم همینطوره. اصلا مثالی که اون جلسه قبل دیدیم، مثالی که سر کلاس دیدیم مثال مولتی کلاس بود، تعیین در حقیقت کلاس اون گل زنبق بر اساس فیچراش 3 تا کلاس داره و توی هر استپی که داریم میشکنیم نگاه میکنیم ببینیم که این خروجی رو مثلا اینجا همه سمپلاش یک کلاسن، خب میشه مثلا کلاس اول. این دو تای دیگر رو میشکنیم تا یک نواختی خوبی روی یکی از کلاس‌ها پیدا بکنم. بعد مثلا این میشه کلاس 2 ما، خروجیش میشه کلاس مثلا 3 ما و خیلی کاری نداره دیگه. اون خود مسئله شد میگفت من میام اینفورمیشن گین رو حساب میکنم توی هر استپ، حالا بر اساس آنتروپی یا اون ضریب جینی ایمپیوریتی، ناخالصی جینی. و برای اون در حقیقت این دو تا پارامتر هم چی مهمه؟ اینکه توزیع دیتای من چقدر از رندوم فاصله داره. حالا اینجا من 2 تا کلاس داشته باشم، رندوم میشه که در حقیقت 50-50 از هر کدوم از کلاس هم داخل دیتا ست هم مونده باشه. اگه 3 تا کلاس داشته باشم میشه مثلا
33%، 33%، 33%، 4 تا کلاس 25%، همین الی آخر دیگه. یعنی این میشه حالتی که من در حقیقت دنبالشم که ازش دوری بکنم و هر چقدر توزیع هم بره به سمت اینکه یک از کلاس‌ها پررنگ‌تر بشه، خب احتمالاً اون نود خوبی دارم و خوب در حقیقت اسپلیت کردم. برای همین دیسیژن تری‌ها به ذات خودشون مولتی کلاسن و لازم نیست کار خاصی ما براش بکنیم. توی صورت مسئلهشون اینجوری تعریف شده و چون دیسیژن تری‌ها مولتی کلاسن، پس رندوم فورستا هم مولتی کلاسن. یعنی این الگوریتمی که داریم اصلا لازم نیست براشون کار خاصی انجام بدیم. چون الگوریتمایی که اینا مولتی کلاسن، به جای اینکه روی اینا وقت بذاریم یه ذره راجع به بوستینگ صحبت بکنیم که یه تکنیکی برای افزایش پرفورمنس الگوریتم هایی که داریم و خیلی تکنیک قدرتمندیه، خیلی هم استفاده میشه. الان فکر میکنم درس آمارش رو آپدیتش ندارم، ولی توی یه مقطعی مثلا برنده های این کگل کامپتیشن رو که نگاه میکردن، یا مثلا برای دیتا هایی که خیلی استراکچر خاصی نداشتن، مثلا عکس و تکست و اینا، از شبکه عصبی استفاده میکردن، دیپ لرنینگ و اینا. اگه استراکچری داشت مثل دیتا جدولی، یه ورژنی از این الگوریتم بوستینگ بود و چراییش رو الان ما هم میبینیم. بوستینگ یه مثال دیگه ای از بحث آنسامبل لرنینگه که تو آنسامبل لرنینگ ما گفتیم چی میان چند تا، مثل رندوم فورست یه مثال دیگه از این روش ها بود. میگفتیم ما چند، به جای اینکه مثلا یه دیسیژن تری داشته باشیم، خروجی اون دیسیژن تری رو در حقیقت بگیریم و بر اون اتکا بکنیم، خب میتونیم 100 تا دیسیژن تری داشته باشیم. مثلا اینه که به جای اینکه مثلا با یه نفر مشورت کنم، با 100 نفر برم مشورت بکنم و خروجی اونا رو بیام نظر اکثریتشون رو لحاظ بکنم و حالا با یه وضعی یا هر چیزی و در نهایت تصمیم بگیرم، که این دیدیم خیلی کمک میکنه مثلا به افزایش پرفورمنس دیسیژن تری، حالا با روش هایی که توش مطرح. بوستینگ هم در حقیقت از همین ایده پیروی میکنه. میگه که من میام روی نظر اکثریت در حقیقت تکیه میکنم، روی خرد جمعی، ولی کاری که میکنم اینه که توی هر استپ یک کلاسیفایر خیلی ضعیف رو ترین میکنم. به این معنی که مثلا خیلی قیدی ندارم رو این که کلاسیفایرم خیلی دقیق باشه، مثلا مدلی که خیلی آدم با تجربه باشه. اون چیزی که توی این ضعف کلاسیفایر از دست میدم، احتمالاً توی اون خرد جمعی به دست میاد. و اصلا ایده جالبش همینه که میگه تو مثلا 100 تا کلاسیفایر خنگ داشته باشی، به شرط اینکه دیتات به قدر کافی زیاد باشه و این کارو خوب انجام داده باشی، مثلا از یک دونه کلاسیفایر خیلی خفن بهتر ریزالت میگیره. اون پیپرهای معروفی که روی این هست، مثلا حرف اصلیشون و اون دستاورد جالبشون این بود. و هر کلاسیفایری که در حقیقت اضافه میکنن، این خطای من همینجوری کم میشه تا یه جایی در حقیقت به کمینه خودش برسه. حالا با این تعریفی که ما بوستینگ کردیم، آیا رندوم فورست ها یه مثال بوستینگ در حقیقت تلقی میشن یا نه؟ کسی ایده‌ای بحثی چیزی داره روش؟ یعنی چه دلیلی بر علیهش، چه دلیلی لهش، به نفعش یا به ضررش؟ ای بلد بودم چجوری پول بگیرم، الان رأی گیری میکردم. داوطلب نداریم دفاع کنه؟ صدا مطمئن صدای من میاد؟ شک کردم. الو، صداتون میاد. خب خوبه. حالا که خودت جواب دادی بگو به نظرت چیه؟ قربانی شدی الان. نه ترسی بگید نظرتون، اشکال نداره. خب خودم میگم. رندوم فورستا اولا روش بحثه. یه سری میگن مصداق بوستینگ هستن
ولی اکثریت عقیده دارن که با تعریفی که بوستینگ ما کردیم مصداق بوستینگ نیستن، جزء اون الگوریتم‌های آنسامبل لرنینگ هستن ولی بوستینگ نیستن، چون تعریف بوستینگ این بود که این کلاسیفایر های من باید کلاسیفایر ضعیفی باشن و اون توی رندوم فارست ما همچین قیدی نداشتیم. ما میرفتیم دیتا رو محدود می‌کردیم برای اون دیسیژن تری ها، ولی فی نفسه اون در حقیقت اولا دیسیژن تری ها الگوریتم قوی هستن و دیتا خوبی می‌بینن و با اون تعریفی که ما از رندوم فارست ها داشتیم که بیاد یه دیسیژن تری رو اون دیتایی که داره با در حقیقت ماکسیمم دقت ممکن ترین بکنه، بوستینگ بهشون نمیشه اطلاق کرد، ولی به هر حال الگوریتم‌های قوی ان و توی جای خودشون هم خیلی خوب ازشون میشه استفاده کرد. اما این الگوریتم‌های بوستینگ خودشون چند تا دسته دارن، من خیلی گذرا از روشون رد میشم چون که میخوام فقط اسامیش به گوشمون خورده باشه و در حقیقت شنیده باشین، چون اینا رو توی عمل زیاد می‌بینی یا احتمالاً ازش خیلی زیاد استفاده خواهید کرد چون فوق‌العاده الگوریتم‌های قدرتمندی هستن. اولیش در حقیقت گریدینت بوستینگ ماشینز که GBM بهش میگن. کاری که می‌کنه اینه که فرقی که در حقیقت یه فرق اساسی که این روش‌های بوستینگ با رندوم فارست دارن اینه که درخت‌ها رو به صورت سیکوئنشال ترین می‌کنه. یعنی اول میاد این درخت دیتا رو میده به این دیسیژن تری اول، یه سری پردیکشن میده، بعد میده به دیسیژن، بعد حالا اینو ترین کرد میره سراغ دیسیژن تری دوم، سوم، حالا تا هر تعدادی که ما در حقیقت بهش دادیم. نکته اول اینه که همه این دیسیژن تری ها یه قیدی روش گذاشته که دیسیژن تری های ضعیفی باشن. به چه معنی؟ یعنی مثلا میاد اینجا تعداد فیچرهاشون رو محدود میگه، مثلا دیسیژن تری اول تو فقط مثلا 100 تا فیچر داری، روی 10 تا فیچر ترین بشو، تو روی 10 تا دیگه، تو روی 10 تا دیگه، اینجوری. بعد نکته بعدی اینه که حالا این سیکوئنشاله به چه کمکی میکنه. دیسیژن تری دوم روی چیزایی که دیسیژن تری اول خوب پردیکت نکرده ترین میشه. یعنی میاد میگه خب دیسیژن تری اول میاد حالا با هر پارامتری که ما ست کردیم، مثلا از چه 1000 تا دیتا پوینتی که داریم 300 تاشو درست حدس میزنه، به عنوان مثال 700 تاش رو اشتباه حدس میزنه، میگه خب آره اینا رو من نتونستم و 300 تا رو تونستم و اوکی هم هست. ما 300 تا رو دیگه هم میدیم اینجا، میگیم باریکلا تو توی تشخیص این 300 تا خیلی کارت درسته. 700 تا رو میدیم به این یکی، میگیم خب تو فیچرهای دیگه‌ای هم داری می‌بینی، حالا شاید اون بنده خدا فیچرهای خوبی داره برای اینکه این 700 تا رو تشخیص بده، یا شاید ما محدودیت گذاشتیم روی عمقش مثلا، و به هر دلیلی تو روی این 700 تا کار کن. این میگرده درختش رو جوری آپتیمایز میکنه با اون پارامتر اینفورمیشن گینش که در حقیقت براش تعریف شده و اون تعداد فیچرهایی که ما بهش دادیم. از این 700 تا مثلا میاد چرا اینم 250 تا رو درست هست، خب باریکلا این 250 تا مال همینجوری میریم جلو. خوبش اینه که هر دیسیژن تری انگار روی اشتباه بقیه داره ترین میشه و بهش میتونه روی این در واقع اینجا فوکوس بکنه. حالا این کاری که میکنه خیلی خطر اورفیتینگ داره و باید حواسمون به این مسئله هم باشه، چون یه تا اون ته میتونیم یه دونه ادامه بدیم، یه دونه مثلا سامپل میمونه که هیچ کی پیش بینی نمیکنه، این دیسیژن تری آخریه میگه اصلا هر چی اومد میگم کلاسش میگه. برای هم بحث اورفیتینگ توش خیلی مثلا پررنگه، ولی اگر درست اجرا بشه و پارامترش جوری ست بشه که اورفیت نکنه، فوق العاده روش قدرتمندیه. و در نهایت میاد یه درخت داریم که حالا هر کدوم از این درخت‌ها که در حقیقت فاز پردیکشن ما یه ریزالتی میدن، ما از این ریزالت باید بیایم استفاده کنیم اون خرد جمعی اینا رو یه جوری با هم کامباین بکنیم، بگیم که خب مثلا حالا خروجی من مثلا این باشد یا نباشد یا چی باشه. آدا بوست که یه جوری از نظر توالی زبانی میشه پدر مادر این جی بی ما، یه الگوریتم دیگه اونم دقیقا با همین ایده اومده بود، مال فکر میکنم سال 92 یا 96، مال اون موقع دهه دهه 90 در حقیقت بگیمه. کاری که میکنه خیلی شبیه اینه از نظر ذات منطق کاریش، در حقیقت فلویی که داره دنبال میکنه. تفاوتش توی اون معیاریه که اینجا ما میگیم کدوم سمپلا رو بده به درخت بعدیه، که گریدینت بوستینگ ماشینا اون اسم گریدینت که توش داره خودش داره یه هینتی میده، میاد این سمپلا رو اینجوری انتخاب میکنه که میگه خب من معمولا این درخت رو که اپتیمایز میکنم و با هر روشی که دارم
یه گریدینت دیسنتی این الگوریتم اپتیمیزیشن داره اجرا میشه. اگر برای یه سامپلی به جواب خوب رسیده باشم، جواب خوب یعنی چی؟ یعنی که رسیدم به نقطه اپتیموم. نقطه اپتیموم کجاست؟ گرادیان اون تابع حالا هدفی که دارم، مثلا فرض کن لاگلاسه نسبت به بردار وزن نزدیک به 0 باشه. برای دیتا پوینت هایی که این اتفاق افتاده، یعنی این دیتا پوینت خوب پیش بینی شده. دیتا پوینت هایی که گرادیانشون زیاده، من میگم این احتمالاً خوب پیش بینی نشده، اینو بدم درخت بعدی. این منطقش نیست. آدا بوست میاد مثلا بیشتر از روی خروجی خود کلاسیفیکیشن و مقدار قدر مطلق وزنه بهش نگاه میکنه. میگه مثلا اینایی که وزن خیلی عجیب غریب زیادی گرفته احتمالاً الگوریتم اون وسطا گیر کرده. اینا رو میگن. میشه نشون داد که از نظر ریاضی آدا بوست حالت خاص گریدینت بوستینگ ماشینزه و برای همین میتونیم ما اینو اصلا در نظر بگیریم، با اینکه آدا بوست از نظر زمانی قبل‌تر اومده بود. ولی خب گریدینت بوستینگ ماشینا اصلا یه الگوریتمای یه چی میگن توانمندترین، چون حالت آدا بوست میشه حالت خاصشون. ولی نکتهش اینه که حالا خود این گریدینت بوستینگ ماشینا باز یه سری وریشنایی دارن، چون یه حوزه‌ایه که خیلی حوزه داغیه و همین الان هم حتی داره روش ریسرچ صورت میگیره و یه سری مثلا ریسرچ از نظر بحث تئوری ماجرا، یه سری هم بحث اینه که تو عمل چجوری در حقیقت بتونیم بهترین پرفورمنس رو بگیریم و این وریانت ها هر کدوم یه تغییر ریزی مثلا توی اون گریدینت بوستینگ ماشینا میدن که حالا یه جنبه ماجرا بهتر بکنه. مثلا XG بوست که فکر کنم میشه اکستریم گریدینت بوستینگ، این همون گریدینت بوستینگ ماشینز تمرکزش رو گذاشته روی اینکه پرفورمنس خیلی بهتری بگیره در عمل. میاد یه رگولاریزیشن استفاده میکنه، پارالل پروسسینگ هم که میده به ماجرا، مثلا روی چون الان دیگه اکثر مثلا سی پی آی که ما داریم چند کور و فلان و اینا، حالا روی سرور اگه بذارین اجرا بشه که دیگه اصلا هیچی، خودش ریسورساتون هم بیشتر میشه، ولی اینا در خودش به صورت درونی داره و این یکی از الگوریتمایی که خیلی استفاده میشه. یعنی الان به این نوتبوک‌های کگل تو این کامپتیشن رو سر بزنید قطعا XG بوست رو میبینید. توی همون منطق حالا لایت گریدینت بوستینگ ماشین میاد میگه اون گریدینت بوستینگ ماشینز رو برای وقتی دیتا ست هم خیلی بزرگه اینو میام در حقیقت کاستومایز میکنم و برای اونجاها لایت جی بی ام رو در حقیقت تجربه مایکروسافت توسعه که اگه اشتباه درست ذهنم مونده باشه. نکته‌ای که داره اینه که میگه من حالا به علاوه مثلا تفاوت‌های دیگه‌ای که داره که برای لارج دیتا مناسبش میکنه، حالا یکیشو الان میگم، ولی تو خود ساختار درختی که میسازه هم یه مدل متفاوتی درخت بعدی رو رشد میده. الگوریتم‌های دیگه روی این ساختار خیلی محدودیت خاصی نمیذارن، یعنی درخت اینجا رشد میده، درخت اینجا رشد میده، درخت اینجا رشد میده. این میاد میگه این درخت قبلی رو از این برگ‌هاش رشد بده، به خاطر اینکه این برگ‌ها جاییه که مثلا دیده بیشترین ارور رو دارم، مثلا یونیفرم، مثلا این برگ اینجا دیده که کلاس‌ها نزدیک به خوب از هم جدا شدن، این خیلی بده، بیا اینو بگی تقسیم کن، بعد اینا عیناً بده. درخت‌ها اینجوری چیزه که درجه آزادی کمتر بشه و اون گره‌ای که می‌خواد انتخاب بکنید یه فقط فوکوس کنه روی اینکه اون پارامتر رو، یعنی اون اینفورمیشن گینر رو بخواد اپتیمایز کنه، نخواد حالا روی خود نود هم تصمیم بگیره. به علاوه این یه کار دیگه هم که میکنه اینه که وقتی دیتا کانتینیوسه، یعنی یکی از مثلا فیچرها عدد حقیقیه، مثلا چه میدونم میخواد بیماری رو بر اساس ما مثلا که برای دیابتی چون مثلا سطح گلوکوز خون که عدد حقیقیه مثلا بین 0 تا 300 ممکنه تغییر بکنه. این میاد کاری که میکنه میگه من به عدد حقیقی کاری ندارم، عدد حقیقی من سختم، میخوام این اینفورمیشن گینر رو حساب بکنم هی باید مثلا بالا پایین بکنم. میام اینا رو مثلا تکنیکی که تو فیچر انجینیرینگ به صورت بینینگ دیدیم اینا رو به بازه تبدیل میکنم. مثلا 0 تا 300 من میگم مثلا بازه 0 تا 10 مثلا حالا برای 0 تا 50 50 تا 100 100 تا 150 الی آخر 6 تا بازه میشه. بعد بین اینا انتخاب میکنم. بیا حالا اینکه حالا عدد دقیقش چیه کاری ندارم، فوقش میام درخت بعدی دوباره مثلا این ولیو میافتن، مثلا حالا همشون بین بازه توی اون سامپلی که دارم بین مثلا 0 تا 50، حالا دوباره اینو میشکنم اگه نیاز باشه و این کمک میکنه که این کار خیلی سریع انجام بشه. تمرکز این روی
سرعت و مصرف مثلا کمتر رم و اینا. یه چیزی هم داریم چت بوست که این بیشتر برای وقتیه که یعنی خیلی کاستومایز شده برای وقتی دیتای ما کاتگوریکاله، یعنی این فیچرهایی که داریم از جنس مثلا دیتایی هم که عددهای یه رنج محدودی دارم، مثلا چه میدونم جنسیت، نمیدونم رده‌ای مثلا ممکنه شغلی باشه، سر تحصیلات باشه، چه فیچرهایی که این مدلیه خیلی کاستومایز شده برای اینکه اون دیتاهای اون مدلی رو بتونه هندل بکنه. و کلا حالا میگم این یه فیلدیه که یکی دو تا وریانت دیگه هم ممکنه داشته باشه و خیلی داغه. حالا خیلی داغ رو شاید نگم خیلی داغ، ولی داغه، مثلا خیلی بر اساس اینکه یه جنبهش رو بهتر بکنن در روش کار انجام میشه، مثلا الگوریتم جدیدی ممکنه بیاد و با اونا برای همین بعد کار بکنیم. مثلا یک جی بوست اینا فکر کنم 2016 اومدن، یعنی نسبتا جدیدن در مقایسه با آدا بوست که مثلا مال دهه 90. برای همین بسته به نوع دیتا، بسته به نوع مسئله ممکنه الگوریتم‌های دیگه هم بیاد که بد نیست مثلا مطالعه بکنین، اگر الگوریتم جدیدی اومد از اونها هم توی کارتون استفاده بکنین. ولی الگوریتمایی که خلاصه الان هستن ویژگی مشترکشون اینه که این درخته رو به صورت سیکوئنشال ترین میکنن و هر درخت هم در ذات خودش درخت مثلا قوی تصمیم گیری نیست. تفاوتاشون یا توی اون معیاریه که سمپلا رو میخوان بدن به درخت بعدی که روش کار بکنه، یا مثلا روی اون در حقیقت نحوهی که درخت رو میخوایم رشد بدیم، حالا از برگ رشد بدیم، مسئولیت نداریم یا چی و یا اون مدلی که دیتا رو داریم در حقیقت کاتگورایز میکنیم. خود اون در حقیقت تیمی که ایکس جی بوست رو توسعه داده توتوریال خیلی جالب اینجا گذاشته، دوست داشتید نگاش بکنید، خیلی مصور هم هست و توضیح داده اصلا ماجرا راجع به چیه و ایکس جی بوست کجای این طیف نقشه مثلا در واقع الگوریتم بوستینگ میشینه. و دو سه تا در واقع لینک هم بود، من خودم برام خیلی جالب بود، می‌دیدم الگوریتم‌های مختلف رو بررسی کرده بودن و با هم مقایسه می‌کردن مثلا چی کجا بهتره. و خب یه پارامتر تعیین کنندش قطعا سایز دیتاتونه، چون اون مثلا لایت جی بی و اینا به طور خاص مال دیتاهای بزرگن، ولی بعد نیست اینا رو ببینین که حالا خواستین استفاده بکنین بدونین که کدوم الگوریتم رو کجا استفاده بکنین. ولی همونطور که گفتم اینا الگوریتم‌های فوق‌العاده قدرتمند و فوق‌العاده محبوبی هستند. یعنی این برنده های خیلی از این مسابقه‌های کگل رو مثلا نگاه بکنین توی تاپ حالا 10شون قطعاً نگیم با احتمال خیلی بالای یکی از این سولوشن‌ها، حداقل یکی از این سولوشن‌ها یه مدل از این الگوریتم‌های بوستینگ داره استفاده می‌کنه. مثلا دو تا سامپلی که اینجا گذاشتم اینا برنده در حقیقت مسابقه، یعنی نفر اول از اون یه ورژن بوستینگ استفاده کرده. یکیشون فکر کنم خود یه ورژن ایکس جی بوست بود، یکیشون لایت جی بی ام استفاده کرده بود. این اولی مثلا برای پیش بینی زمین لرزه و ولی خلاصه خب دیتای آزمایشگاهی فکر کنم. یکم برای اون بازیه که فکر می‌کنم بازهای اوایل کرونا که یه مسابقه‌ای داشت که مثلا به صورت هفتگی بیایم پیش بینی کنیم که چی میگن آوتبریک، نحوه همهگیری بیماری چه شکلی میشه، مثلا چند نفر میگه تو کدوم کشور چی میشه و این داستانا. این برنده مثلا اون مسابقه هفته پنجمش بود. حالا من داشتم میدیدم که از الگوریتم‌های بوستینگ داره استفاده میکنه و کلا چیزای خوبی هست. یعنی اگه مثلا ازش استفاده حالا تو لب سشن ان شاءالله میبینیم که چجوری ازشون استفاده بکنیم، ولی کلا دوست داشتون لینک هایی که اسلاید قبل گذاشتم رو ببینید، مطالب جالبی داره. خب قبل اینکه بریم سر بحث مولتی لیبل کلاسیفیکیشن سوالی دارید بچه‌ها راجع به بوستینگ؟ خب خیلی هم بریم سراغ بحث مولتی لیبل. مولتی لیبل گفتیم چی بود؟ مثل مولتی کلاسه. تفاوتش اینه که توی مسئله مولتی کلاس کلاسیفیکیشن ما هر دیتا پوینتمون میتونه فقط به یکی از کلاس ها متعلق باشه. مثلا توی در حقیقت
چه مثال گل زنبق دیدیم، یا به زنبق مثلا چه مدل A یا B یا C. مولتی لیبل اینه که خروجی میتونه به چند تا از اون، حالا یه کلاس بهش نمیگن، چند تا لیبل مثلا میتونه داشته باشه. مثلا توی اگه یه عکسی رو به ما دادن، مولتی لیبلش میتونه باشه که آبجکت هایی که توی این عکس هستن رو بگو. حالا یه وقت هست مثلا بحث مثلا توی تصویری چه هم سگ هست، هم گربه هست، هم ماشین. این مولتی لیبل. مثلا فرض کن ما 10 تا لیبل هم داریم، سگ، گربه، ماشین، چه آدم، درخت، یا مثلا 5 چیز دیگه. این اینجا میگه این عکس شما مثلا 3 تا لیبل سگ، گربه، ماشین داره. یه عکس دیگه ممکنه مثلا آدم، درخت داشته باشه. کاربردهای عملیش در حقیقت باز کم نیستن و توی عمل خیلی مثلا میشه دید. به طور مثال این مثال اولی که گذاشتم در مورد بحث دراگ دیسکاوریه، به طور خاص برای بیماری اید، که خب یه داروی جدیدی که توسعه پیدا میکنه. خیلی مهمه که بدونن که این در حقیقت اون حالا ویروس در حقیقت خانواده اید به این دارو مقاوم هست یا نه. یا اتفاقی که در عمل میفته اینه که مثلا یه مدل ویروس خاص، حالا این ویروس ها مثلا جهش دارن دیگه، مثلا آنفولانزا شاید واضح‌تر باشه، هی در حقیقت جهش میکنه. ما بیایم ببینیم مثلا ممکنه 20 مدل دارو تو بازار باشه برای این، یا تو مثال کووید مثلا الان 7-8 مدل واکسن هست تو بازار. بعد یه ویروس جدید میاد، میخوام ببینیم این به کدوم یکی از این در حقیقت وریانت ها مقاومه و غالبا اون دارویی بهتره یا اون واکسنی بهتره که تعداد ویروس هایی که بهش مقاومن کمتر باشه. بعد این میشه یه مسئله مولتی لیبل کلاسیفیکیشن. به طور خاص مقاله‌ای که گذاشتم برای اچ آی وی در واقع اینو میاد بررسی می‌کنه. یا مثلا 5-6 تا مدل داروی در واقع ضد اچ آی وی هست، هر کدوم از این مثلا نسخه هایی که حالا ویروس یه ذره ممکنه فرق داشته باشن به یه سابستی از اینا مقاومن و مولتی لیبل. مثلا ویروس الف میتونه به داروی 1 و 2 مقاوم باشه، ویروس ب مثلا به داروی 2 و 3 مقاوم باشه، ویروس پ 1 و 2 و 3 و 4 مثلا خیلی مقاوم الی آخر. اینو بیایم بر اساس اون در واقع ویژگی هایی که از ویروس ها از داروهامون داریم پیش بینی بکنیم، مثلا مولتی لیبل کلاسیفیکیشن، و دیتا میگیم خروجش میشه این که بگیم این ویروس نسبت به کدوم مقاومه، که کار خیلی ارزشمندیه، به خاطر اینکه اگر با ماشین لرنینگ اینو حل نکنیم باید بریم یا توی آزمایشگاه شرح‌سازی کنیم که فوق‌العاده سخت و پرخرجه، یا باید بریم با روش‌های کامپیوتیشنال شبیه سازی بکنیم که اون باز حالا از نظر خرج آزمایشگاهش کمتره ولی خب زمان بر. و اگه با ماشین لرنینگ بشه با دقت خوبی رسید، خب جلویی و کار ارزشمندی میشه. یه بحث دیگهش بحث تکست کاتگوریزیشن، یا حالا توی مثالی که من گذاشتم تکست انوتیشن، که ما یه مثلا داکیومنتی رو میدیم. داکیومنت میتونه مثلا چه کتاب باشه، یه چی میگه متن خبری باشه، یا ریویو های اینترنتی باشه. اینا ما باید اینو که در حقیقت بگیم خب این محتوا شامل چه چیزهایی میشود. مثلا یک کامنت میتونه عصبانی باشه مثلا و ناراضی باشه به عنوان مثال، و حاوی مثلا الفاظ رکیک. مثلا برای بحث ریویو های مثلا یه محصول رفته خرید خیلی بد بوده اصلا بده همه. یکی مثلا میتونه ناراضی باشه ولی حاوی الفاظ رکیک نباشه، خیلی مثلا محترمانه باشه الی آخر. یا برای بحث مثلا کاتگوریزیشن، مثلا تو چت بات ها ما این مثلا خیلی در واقع پیغامی رو یه نفر تایپ کرده، ما در این حد بزنیم این چیزی که پرسیده چیه، راجع به چی داره میپرسه که جواب مناسب بدیم. مثلا یا اگه اومده داره توی دیجی کالا مثلا با چت باتشون صحبت میکنه، آیا میخواد سفارش ثبت کنه، آیا سفارشی داره میخواد پیگیری بکنه، یا آیا نه مثلا یه سفارش میخواد ثبت بکنه، اسم محصولم گفته مثلا چون میخواد یه جنس مثلا چون موبایل بخره، به طور خاص برم اون مبحث مربوطه رو بهش پیشنهاد، یا اگه میخواد پیگیری سفارش بکنه لحنش بفهمید راضیه ناراضیه، یعنی مثلا باز مولتی لیبل میشه. مثلا بفهمید که این پیغام راجع به ثبت سفارش و ناراضیه که با این آدم یه جوری باید صحبت بکنم، یکی دیگه پیگیری سفارش ولی ناراضی نیست، حالا عذرخواهی نداره، بعد ببینم مثلا ماجراش. این یه بحث دیگه، مثال دیگه از مولتی لیبل کلاسیفیکیشن هست. حالا برای اینکه ما تا اینجا بایدر کلاسیفیکیشن دیدیم، مولتی کلاسیفیکیشن هم دیدیم، حالا چجوری مولتی لیبل رو حل کنیم؟ باز میتونیم چند تا کلک سوار کنیم
که مسئله رو برگردونیم به یکی از این مسئله هایی که باهاش آشناییم و با استفاده از اونا بیایم مسئله‌مون رو حل بکنیم. کلک اول بهش میگن لیبل پاور ست. چی کار میکنیم؟ میایم میگیم خب ما این مولتی لیبل هایی که داریم بالاخره مثلا 10 تا لیبل، هر دیتا پوینتی یه ترکیبی از ایناست دیگه. مثلا یکیشون لیبل 1 و 2 رو داره، یکیشون لیبل مثلا 1 و 5 رو داره، یکی 1 2 3 4 5 رو داره. اینا من بیام و در حقیقت به هر کدوم از این ترکیبا یک کلاسی نسبت بدم و بعد مثلا میشه مثلا مولتی کلاس کلاسیفیکیشن دیگه. یعنی اون در حقیقت اولی میشه مثلا میگم کلاس 1 ترکیب 1 و 2، ترکیب 1 و 5 رو میگم کلاس 2 جدید، مثلا 1 2 3 4 5 کلاس 3، همینجوری الی آخر. و مسئله رو حل میکنم. بعدیش چیه؟ بعدش خیلی واضح به نظر میاد که من خب اگه تعداد لیبلام زیاد باشه ترکیب مثلا کامبینیشن اینا به طور نمایی زیاد میشه. یعنی اگه به خصوص دیتا اسپارس نباشه و یهو تعداد کلاس ها مثلا به جای 10 تا لیبل مثلا میشه از جنس 1000 تا لیبل و خیلی اوضاع خراب میشه و عملا خیلی یعنی که تعداد لیبل ها محدود باشه مثلا کامبینیشن چیز باشه از این روش خیلی پرکتیکال نمیشه استفاده. ولی برای اینکه مثلا ببینیم حالا تو مثالی که از مثلا از روی یه عکسی که گرفتیم بخوایم مثلا پیش بینی بکنیم که خورشید یا ماه یا مثلا ابر توش هست، بحث مولتی کلاس اینه که مثلا به هر عکسی یه لیبل یه کلاس فقط نسبت میدیم. مثلا میگیم فقط ابر داره، این خورشید داره، این ماه داره. مولتی لیبل میشه این که توی یه عکسی مثلا ماه ابر و خورشید هست، 101 ماه هست، 010 یا هر ستاش هستن یکی. و توی این در تکنیک پاور ست میشه این که ما بیایم یه کلاس‌های جدید تعریف کنیم که ستای اول همونیه که فقط یکی هر کدوم یه دونه باشه. یعنی این ستا میشه مثلا ستا کلاسمون فقط یا خورشید یا ماه یا ابر. بعد ترکیب 2 به 2 شون مثلا خورشید با ابر، ماه با ابر، یا خورشید و ماه هر دو مثلا تو آسمون تو عکسمون هستن. یک کلاس هم میشه ترکیب ستاشون مثل این. و عملا مسئله من یهو شد 6 کلاسه و به جای مثلا 3 تا لیبل. حالا باز توی مثال چون کمه قابل هندل کردنه شد 7 تا کلاس. ولی عملا برای وقتی که لیبلام زیاد میشه دیگه از دست خارج میشه. کلک دوم یه خیلی شبیه اون کاریه که برای در واقع تبدیل مولتی کلاس کلاسیفیکیشن به باینری کلاسیفیکیشن کردیم، مثلا وان وی استرس. و اینجا هم همون کار میکنیم. چیکار میکنیم؟ میگیم که خب تو بیا به ازای هر کدوم از این لیبل ها، یعنی مثلا کی تا الان کلاس دارم که هر دیتا میتونه به چند تای از این حالا متعلق باشه، هم باینری کلاسیفیکیشن رو فیت کن و ترین بکن مثل OVR دقیقاً. فقط تنها فرقش چیه؟ اینه که ما اونجا خروجی اینا رو میگرفتیم، میگفتیم خب الگوریتم فقط میتونه به یک کلاس متعلق باشه یا تو مولتی کلاس. اینجا نه، میتونه به چند تا کلاس متعلق باشه. و مثلا اگه دیدم که از این مثلا کیتا کلاسیفایر مثلا از جنبندی چه میدونم 3 تاشون اینه که این مثلا به سبزه نزدیکه، 5 تاشون اینه که این به آبیه، بعد میگم خب به جای اینکه بگم این فقط کلاس آبیه میگم نه این لیبل هم سبز داره هم آبی داره و به حقیقت میتونم این کار رو باهاشون بکنم که مثلا میشه مثلا مولتی لیبل. یعنی فرقش تو اون حقیقت استپ آخرشه که این به یه ترم دیگه هم داره توی مولتی لیبل استفاده میکنه، باینری ریلیونس. این دو تا تقریبا مثل همه. یه فرق خیلی ریزی داره ولی چون من احساس کردم تو عمل ما خیلی ربطی پیدا نمیکنه از روش میپرم. که حالا توی این بحث مثلا توی اون مثالی که قبلا زدیم ما اینجا باید 3 تا کلاسیفایر مثلا ترین بکنیم که اولی میپرسه مثلا این خورشیده، یعنی مثلا خورشید تو تصویر هست، ماه تو تصویر هست، ابر تو تصویر هست. بعد از جمعی اینا حالا بیاد نتیجه بگیره که هر کدوم مثلا چقدر کانفیدنت هست و اگر مثلا یکی خیلی از بقیه مطمئن‌تر میگه خب این فقط همون یه دونه. اگه نه 2 تا هستن که خیلی متمایزن از بقیه، خب این احتمالاً فقط این 2 تا هست. اگه نه هر 3 تا به صورت مساوی
به یه جوابی رسیدن، خب احتمالاً ستایش هست دیگه. یا مثلا توی بحث اون مولتی نومیال ریگرشن میشه این که احتمال هر سه تا کلاس ها نزدیک به همه، میگم خب هر سه تاش هست. اگه دو تا کلاسن که خیلی نزدیکن، میگم این دوتا هستن، به جای اینکه کات آف بذارم فقط بیشترین پروبابیلیتی رو برگردیم. کلک سوال یکی کلک نمیشه، این تعمیم همین روشیه که قبلا دیدیم بهشون کلاسیفایر چین. اینه که حالا بیاید ما اونجا کلاسیفایر مثلا 3 تا کلاسیفایر ترین کردیم تو مثال قبلی، ولی به صورت مستقل، که این باعث میشه که مثلا ما کورلیشن بین لیبل ها رو در نظر نگیریم، انگار فرض کنیم لیبل ها اصلا مستقله، که در عالم واقع برای بعضی مسائل اینجوری هست، برای بعضی اینجوری نیست. مثلا میگم شاید تو مثلا خورشید و ماه و ابر باید مستقل باشه، مثلا یعنی اینکه خورشید تو آسمونه و اینکه ماه تو آسمونه خیلی ربطی نداره، بیشتر به موقع سال ربط داره دیگه و به موقع ماه ربط داره، البته بهتره بگیم. و ابر هم مثلا خیلی به هم مرتبط احتمالاً نیستن. ولی مثلا توی یه مسئله مولتی لیبل، همون بحث مثلا چه کامنت عصبانی که زدی، اینکه یه کامنتی عصبانی باشه و اینکه الفاظ رکیکی باشه احتمالاً به هم یه ربطی داره، یا حالا عکسش احتمالاً درسته، یعنی اینکه یه کامنتی مثلا خیلی بد و بیرا توش زیاد باشه خیلی کورلیتد با اینکه عصبانی هم باشه، چون خیلی عجیبه یه نفر مثلا از محصولی که خرید راضی باشه بعد الفاظ رکیک هم نوشته باشه، یعنی ممکنه مثلا همه جور آدمی پیدا میشه ولی احتمالش خیلی کمتره. این در حقیقت کلاسیفایر چین ها اینو در نظر میگیرن، یه همون کاری که دفعه قبل خواستی انجام بدی رو انجام بده، ولی کلاسیفایر رو به ترتیب بیا بسته به نتیجه کلاسیفیکیشن قبلی ست بکن. یعنی مثلا اگر که به طور مثال قبلی یه ذره اصلاح بکنیم، مثلا فرض کنیم به جای اینکه بگیم خورشید تو آسمونه و ماه تو آسمونه، آیا خورشید تو آسمونه و آیا شبه، یعنی مثلا یه ذره عوض بکنیم. بعد میگیم اگه خورشید تو آسمون هست که خب هیچی دیگه لازم نیست بپرسی شبه، چون بدیهیه که شب نیست. ولی اگه مثلا نبود، حالا بیا ببین شبه، مثلا شاید خورشید تو آسمون نیست ولی شب هم نیست، فقط به خاطر اینکه هوا ابریه به عنوان مثال. یا توی اون مثلا بحثی که برای اون کامنت ها داشتیم اینه که بیا ببین آیا حاوی الفاظ رکیک است، مثلا بله خیر، اگه بله حالا برو ببین مثلا چه میدونم لحن یارو عصبانی نمیخواد بپرسه، اگه نیست حالا ببین آیا مشتری ناراضی هست یا نیست به عنوان مثال، یعنی مثلا اینجوری چیز که خوبش اینه این بحث کورلیشن در نظر میگیره و ما اینجا یه ریزالت نسبتا دقیق تری در حقیقت خواهیم داشت. و در نهایت اینکه یه سری از خود الگوریتمایی که ما دیدیم باز به بحث مولتی لیبل اینا خود به خود در حقیقت تامین پیدا میکنه. خود به خود نگیم ولی راحت تامین پیدا میکنن که این لیبل ها دیسیژن تری و شبکه‌های عصبی. شبکه‌های عصبی رو بعدا ان شاءالله خواهیم دید، ولی به طور خاص بیایم راجع به دایره زودتر مولتی لیبل کینیرس نیبل ها صحبت بکنیم. ما توی کینیرس نیبل عادی، حالا چه باینری کلاسیفیکیشن چه مولتی کلاس کلاسیفیکیشن، میگفتیم همسایه های در حقیقت اون نقطه هدفت رو در نظر بگیر، هر کدوم که مثلا اگه بحث مولتی کلاس هر کدوم فرق نمی‌کنه، هر کدوم بیشترین فراوانی داشت، حالا با معیار چه ماجوریتی ووتینگ یا اون که فاصله هاردن یا هر چیزی، بیا بگو کلاس اینم این. همین کار میشه تو مولتی لیبل کرد. یه ذره فقط پیچیدگی داره. از چه جهت؟ اینه که مثلا شما یه نقطه رو گرفتیم، مثلا فرض کنید نقطه‌مون اینجا بود، سه تا همسایه نزدیکش هم گرفتیم، یه دونه سبز، دو تا مثلا نیمه صورتی بگیم بشه. و حالا اینکه بیایم اینجا تو مولتی کلاس کلاسیفیکیشن میگفتیم این کلاس صورتیه قطعاً خدا. توی مولتی لیبل میشه چند تا کار. یه راه اینه که من میگم خب آره مولتی لیبل خود کلاس سبزم ببین خودش مثلا لیبل 1 و 1 و 0، یعنی دو تا 1 دو تا اول یکن لیبل ها آخریش 0. و حالا فرض کنید مثلا میگم این صورتیه این بود 1 0، مثلا یه یکم این تهش داشت. خب من میگم این کلاس در حقیقت مولتی لیبل صورتی هم هست. هر چند تا لیبلی که این صورتی داره منم میگم دیتای منم داره، یعنی میگم مثلا الان 1 0 0 رو میگم 1 0 0، یا اگه مثلا 1 0 1 بود میگم مثلا 1 0 1. یه کاری به بقیه این سبز باخته دیگه اینجا لحاظ نمی‌کنه.
یا ممکنه بیام مثلا یه ذره تصمیممو اصلاح بکنم، حالا بسته به مثلا میگم خب ببین بیا اشتراک مثلا این سبزه درسته، حالا مثلا فرض کنیم به جای 3 تا نیبر مثلا 7 تا نیبر گرفته بودم، 4 تاش صورتی بود 3 تاش سبز بود، یعنی نتیجه خیلی اصلا فاصله. یه موقع مثلا 7 تا رو گرفتم مثلا 6 تاش صورتی یکی سبز، یا آخر لیبل صورتیه بود همون، یه خیلی من مطمئنم. یه وقتی هست ولی مثلا 4 تا صورتی 3 تا سبزه، حالا این که من بیام بگم چون صورتیه برده فقط لیبل صورتی، ممکنه یه ذره منو به اشتباه بندازه، ممکنه نندازه، بعد در عمل مثلا با اینا مثلا بازی کنه آدم ببین. ولی بیام تو این حالت بگم خب باشه لیبل صورتی و سبز هم نزدیکن، یا اشتراکشون رو برگردون کانزرواتیو، مثلا این 1-0-1 این 1-1-0 اشتراکشون هم که بگیرم میگه این فقط اولی یکه بقیه‌شون صفرن، که من فقط مطمئنم که دیگه این یکی رو درست پیش بینی کردم. یا نه بیاد اجتماعشون رو برگردون میگه باشه من این بالاخره یا 1-0-1 یا 1-1-0 اصلا همه‌شو میگم یک، چون به هم نزدیکن میگم بردار 1-1 رو برمیگردون. این که کدومو برگردونم خیلی هم وابسته است به اینکه اگه یادتون باشه معیار اکورسی که برای مولتی لیبل داشتیم خودش باز از همین جنس بود دیگه، میگفت حالا سامپل هم میخوام با در حقیقت ریزالت هم مقایسه بکنم، بیام اگزکت مچ بگیرم، بیام سابست بگیرم، بیام همینگ دیستنس بگیرم، معیارهای مختلفی بود برای اینکه این اکورسی رو بسنجیم. خیلی وابسته به اونه، یعنی اگه بسته مثلا یکی از اون معیارها رو انتخاب کردی، اینجا در حقیقت معیاری که انتخاب کردن توی این تصمیم گیری هم تاثیرگذار خواهد بود و تعیین میکنه که حالا کدوم یکی از این استراتژی ها رو برای مرج کردن ریزالت ها ازشون استفاده بکنیم. با همین جانم تو اون اسلاید قبلی ما موقعی که داریم اجتماع یا اشتراک میگیریم اگه لیبلی وجود داشته باشه میتونه به اون مچ کنه دیگه، اگه اون لیبل وجود نداشته باشه چیکار میکنه؟ یعنی چی لیبلی وجود نداشته باشه؟ ببین مثلا الان تو اینجا ما مثلا لیبل 1-1-1 نداریم، درسته؟ ولی اگه مثلا فهمیدم. سوال خیلی خوبیه. ببین این که 1-1-1 نداریم یه بخشش ممکنه به خاطر این باشه که مثلا ما توی ترنینگ دیتا ستمون نداریم، ممکنه تو تست مثلا ببینیم، مثلا میگم ما فرض کنیم دیتا ست فیلم ها و اینا هر کدوم یکی از ژانرهای مثلا میگم وحشت، دراما، کمدی به عنوان مثال. بعد دیتا هایی که مثلا ما داریم چه میدونم یه سریشون کمدی دراما، یه سری وحشت مثلا دراما، یه سری حالا کمدی وحشت نمیدونم چقدر با هم جور در بیاد مثلا نداریم، مثلا کمدی وحشت تو دیتا هامون نداریم. بعد ولی از نظر منطقی ممکنه داشته باشید، مثلا چه میدونم فیلم چی بود ما زمان اسکریم مثلا، حالا یه ورژن مسخره که از اسکریم اومده بود یادم نمیاد اسمش چی بود، این کمدی وحشت مثلا دراما میتونه باشه. ما تو دیتا ست ترنینگمون نداریم ولی از نظر منطقی ممکنه که وجود داشته باشه، یعنی اینجوری نیست که نباشه. تو دیتا ست تست ممکنه به حال تعدادش کم اونجا میتونیم این باشه برگردون اشکالی نداره. ولی یه موقع هست ما اصلا نظر مثلا ما میگیم که نظر منطقی اصلا امکان نداره این دوتا میوچوال اکسکلوسیو به اصطلاح ما این لیبل با اون نمیخوره، یک دیگه هیچ وقت نخواهیم داشت. حالا اونجا ممکنه بریم تصمیم بگیریم خب یه شرط میذارم مثلا 1-1-1 ندارم برنگردیم، ولی میگم باز این به اون متریکی که داریم میسنجیم هم مرتبطه، یعنی من 1-1-1 الگوریتم برمیگردونه داره به اون متریک میگه ببین من مطمئن نیستم دقیقاً کدوم یکی از این حالت 1-0-1 یا 1-1-0 همه رو برمیگردم. حالا اگه اون مصداقی که در نظر میگه اگزکت مچه، خب کار بدی داره میکنه الگوریتمم، چون میاد 1-1-1 اصلا نیست تو دیتام، طبیعتا امتیاز 0 میده، در واقع اون F1 اسکورمو میاره پایین. ولی یه موقع هست میگه من اون تو اون معیار اکورسی سابست مچ رو میسنجم، میگم باشه تو مطمئن نبودی 1-1-0 یا مثلا 1-0-1 جمعش رو پیش بینی کردی، حالا من در عمل اون دیتایی که دارم الان میسنجم مثلا 1-1-0 بوده، به تو 2/3 امتیاز رو میدم، تو بالاخره 2 تاشو درست پیش بینی کردی دیگه، 2/3 میگیری. در حالی که اگه مثلا 1-1-1-0 و تو 1-0-1 پیش بینی میکردی 1/3 امتیاز میگرفتی و کار درستی کردی که 3 تاش رو برگردوندی. یعنی خیلی هم وابسته به مسئله است، هم وابسته به اون معیاریه که ما برای
سنجش داریم ازش استفاده میکنیم. یعنی ممکنه که مثلا میتونیم توش یه دونه لیبل جدید ایجاد بکنیم یا اینکه توی اون سنجش حالا بیایم بگیم آقا این نصف امتیازو میگیره یا اکیوریسی پایین میاره یا نمیاره، درسته؟ آره دیگه، آره، چون دقیقاً به اون معیاری که ما داریم کیفیت الگوریتم میسنجیم ربط داره. واقعا اگر اینجوریه که ما به سابست مچینگ امتیاز مثبت میدیم، خب بهتره که این کار بکنیم. میگه مطمئن نیستم ولی بالاخره اینجوری. آره، ولی اگه معیارمون سختگیرانه بود، آره، مثلا نمره منفیه، اگه سختگیرانه بود میگیم خب نکن، یا همونی که مطمئن تری رو بگو، باز یه شانسی داره، اونجوری قطعا امتیاز صفر. خیلی متشکرم. خواهش شبیه هم، حالا شبیه حرف اشتباهی برای که این اصطلاح یه ذره در حقیقت مسئله شسته رفته تره. توی دیسیژن تری ها هم میشه در حقیقت مسئله رو به صورت مولتی لیبل داشت و یه سری اصلا دیسیژن تری های هستن که به طور مخصوص کار مولتی لیبل کلاسیفیکیشن رو انجام، یعنی اون قابلیت رو هم دارن که بهشون میگیم مثلا مسئله مولتی آوتپوت. و نکته‌ای که داره اینه که ما توی هر کدوم از این در حقیقت نودا probability distribution سامپلامون رو داریم میبینیم دیگه. مثلا توی اینجا این گرهی که اینجا دارم، همه سامپلام خب از کلاس مثلا اوله، این اوکیه، این خیلی بحثی روش نیست، این اصلا برسه اینجا میگیم کلاس 1. توی مثلا این وریه 40 تاش کلاس مثلا 2، 34 تاش کلاس 3 و اگه مولتی کلاس بخوایم در نظر بگیریم میاد میگه این کلاس 2 رو ماکسیمم، اگه همینجا قرار بود استاپ بکنه و دیگه همینه دیگه. مولتی لیبل نمیاد اینا رو نگاه میکنه، میگه که باید یه بحث پروبابیلیتی انگار دارم، حالا این که صفره احتمال اینکه لیبل مثلا اولی داشته باشه، حالا این دوتا اگه باز با هم خیلی تفاوت دارن میگم خب نه، این اون یکی لیبلیه که خیلی ماکسیمومه، ولی اگه نزدیکن خب بیام دوتاش رو مثلا برگردونم یا حالا درخت رو در هر جایی ادامه بدم، میتونم یا یه لیبل برگردونم یا دو تا یا مثلا 3 تا بسته به مسئله. و خود این البته داستان سر این نحوهی که ما اینجا اینفورمیشن گین رو میسنجیم داره، یعنی همون دقیقا مسئله هایی که ما سر بحث سنجش دقت توی مولتی لیبل داشتیم اینجا هم داریم. و اینکه حالا چجوری مثلا بسنجیم این اینفورمیشن گینی که میگیرم، مثلا برای لیبل 1 بگیرم، برای لیبل 2 بگیرم، برای لیبل 3 بگیرم، چی کار بکنم و یه سری تکنیکا داره. حالا میشه باز دوباره مثلا رو شیکون بگیم که برای لیبل 1 به بقیه حساب کن، لیبل 2 به بقیه، لیبل 3 به بقیه و بعد بیا مثلا اوریج بگیر، یا اصلا برو اوریجش رو نسبت به همه لیبل‌ها یه دفعه حساب کن. ولی با هر معیاری که مثلا اینو بشکنه در نهایت ما اون پروبابیلیتی دیستریبیوشن رو داره و دیسیژن تری ها هم میتونیم استفاده بکنیم. شبکه عصبی هم که اصلا به ذات اون لایه آخرش رو من مثلا یه لایه اضافه میتونم بکنم باینری کلاسیفیکیشن، مولتی کلاس کلاسیفیکیشن یا نه مثلا مولتی لیبل کلاسیفیکیشن که حالا به طور خاص ان شاءالله توی بحث شبکه‌های عصبی خواهیم دید. خب یه جنبندی داشته باشیم. ما تو جلسه امروز اول راجع به تکنیک‌های مولتی کلاس کلاسیفیکیشن صحبت کردیم و دیدیم که در حقیقت یه سری الگوریتم مثلا لاجستیک ریگرشن و اسفیر یه تغییر تو فرمولاسیونشون لازم داشت که بشه به مولتی کلاس هم اپلایشون کرد. یه سریای دیگه مثلا کینیر سیور دیسیژن تری به ذات اصلا مولتی کلاس بودن و تغییر خاصی واقعا لازم نداشت ما انجام بدیم، فقط میتونیم استفاده کنیم ازش. بعد بحث بوستینگ رو دیدیم که این بوستینگ وقتی در حقیقت مسئلهش پیش میاد که ما میخوایم چند تا کلاسیفایر ضعیف رو با هم دیگه ترکیب کنیم یه نتیجه خوب بگیریم، به خصوص وقتی که دیتا به قدر کافی داریم و مثلا منطقش میشه این که من باشه از مثلا 100 تا آدم کم تجربه بپرسم با تجربیات متفاوت، بهتر از یه نفر مثلا خیلی خفن بپرسم، چون در عمل ممکنه راجع به حوزه‌های غیر تخصصی خودش نظر بده و الی آخر منو به گمراهی بده. و در نهایت راجع به بحث مولتی لیبل کلاسیفیکیشن صحبت کردیم که مثلا یه سری روش‌هایی هست این الگوریتمایی که برای مولتی کلاس و مولتی لیبل هم بشه اکستندش کرد. و برای اینکه بدونیم که بحث مولتی کلاس کلاسیفیکیشن همیشه کاربرد داره، اینا توی بحث مهندسی خیلی این فلوچارت عملاً فکر کنم 90% کارهای
حداقل تعمیراتی داخل منزل رو میشه باهاش هندل که این WD-40 برای بچه‌هایی که هم روغن چیز خودمون روغن میزنن برای اینکه مثلا یه چیز قیقی صدا کنه. خب برای حالا ان شاءالله توی لب سشن بعدی این صحبتایی که کردیم رو می‌بینیم چجوری استفاده بکنیم روی دیتا ست نسبتاً بامزه‌ایه که برای بچه‌ای که فوتبال علاقه دارن میتونه جالب باشه و اگر دوست داشتین راجع به این سشن هم نظر بدید ممنون میشم. کامنتاتون رو به من بگین که اگه جایی نیاز اصلاح بشه، جایی هم اگر خوبه تغییرات بشه ان شاءالله. و تمرینای در حقیقت مربوط به بحث باینری کلاسیفیکیشن رو هم لطفاً تا فردا شب توی سامانه تیم آپلود بکنی. اگر سوالی هست من در خدمتم، اگر نه حالا یه ذره راجع بعداً کلیاتی راجع پروژه صحبت بکنم.